این چشه؟ محمد خواهرم همون جایی که هماهنگ کردیم واسه تولدش سورپرایزش کنیم. من میرم اتاق بگو من خونه نیستم. باشه عزیزم، فقط تا اشاره نکردم به نه. قرآن میکنه شلا این خدا. سلام ببین محمد جان، چطوری؟ ندید سلام میگم. آبجی، بفرمایید. خب یا حضرت لیپو. آبجیم خونه نیستش محمد جان. کسو نه آبجی رفته بیرون. تا شما هم یه لیوان آب بخوری هیوا هم میرسه. کی به کی میگه آب؟ اتفاقا چه فرصت خوبی. کی گفتم؟ چند وقت میخواستم بهت بگم من هر وقت میام اینجا به خاطر تو میام. عوض کردم. چی میگی آبجی؟ من شما رو همیشه به چشم خواهر میدیدم. آه قلبم. شوکه شدم به خود. آه ول کنین حرفا رو، از این فرصت استفاده کنین تا هیوا نیاد. داشت میکن. منو باش اومدم تو رو واسه تولدت سورپرایز کنم. خودم سورپرایز شدم. از هر کسی توقع داشتم الا تو که خواهرمی. الانم پاشو گم شو از خونه من بیرون. اومدی زندگی من رو خراب کنی؟ گم شو بیرون از خونه من. خواهران غریب. کیفتم بگیر. چقدر زولجه‌ای مسانم پر اش شد. سناریوهاتون رو فیلم سوپرا برمیدارید به من.